ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. به نام یاد خدا، سلام بر شما. به سرویس اخبار کوتاه این ساعت از تلویزیون ملی غور خوش آمدید. امروز شنبه 27 جدی سال 1404 هجری خورشیدی برابر است به 27 رجب سال 1447 هجری قمری که مطابق میشود به 17 جنوری سال 2026 میلادی. مشروع خبرها: ملا حمدالله فترت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که پس از برگزاری نشست ویژه کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر رهبری اعلی قدر امیرالمومنین حفظه الله، کمیته اسکان دائمی روند توزیع زمین به عودتکنندگان را سرعت بخشیده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید تا اکنون 3046 نمره زمین برای عودتکنندگان در شهرک‌های مهاجرین در ولایت‌های مختلف کشور توزیع و این روند ادامه دارد. به گفته ملا حمدالله فترت، افزون بر این روند ارائه کمک‌های غذایی، غیر غذایی و نقدی به بازگشت کنندگان نیز شدت یافته است. مولوی بدرالدین حقانی سفیر امارت اسلامی در امارات متحده عربی با شماری از بزرگان و تاجران افغان مقیم این کشور دیدار کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عربی میگوید در این دیدار بزرگان و تاجران افغان حمایت از امارت اسلامی را وظیفه اسلامی و اخلاقی خود دانستند. آنان همچنان در این دیدار مشکلات تجاری خود را مطرح کردند و خواهان حمایت و حفاظت از حقوق کارگران افغان در این کشور شدند. از سوی مولوی بدرالدین حقانی حمایت از حقوق مشروع افغانان و فراهمسازی هر گونه سهولت در امور تجارتی را از اولویت‌های سفارت افغانستان در امارات متحده عربی عنوان کرد و از تلاش‌ها در راستای حل چالش‌های موجود اطمینان داد. و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ایران میگوید که عراقچی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به حمایت امریکا و رژیم اسرائیل از ناآرامی‌های اخیر در این کشور خواستار محکومیت قاطع این اقدامات از سوی سازمان ملل شد. وزیر خارجه ایران همچنان با انتقاد از اقدام امریکا در طرح موضوع ایران از شورای امنیت سازمان ملل بر تعهد ایران به حقوق شهروندی و حفظ امنیت ملی تاکید کرد. این بود سرویس اخبار کوتاه این ساعت که از تلویزیون ملی غور تقدیمتان شد. ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.